یوتیوب. امیدوارم که حال دیدن خوب باشه. اون ویدیو خفن دیگه با کی برادر که یعنی خود خری. چون این ویدیو چون چوری هستش که اینجا شماره گذاری شده است. من مثلا زن شماره گذاری شده است. نگاه کن اینجوری هستش که 1 2 3. اگر رادی توپ بندازه داخل یک، شماره کاغذ یک میاد داخل چی؟ بنده داخل یک میافته داخل یک از لیوانش بنده، داخل دو بره دو از لیوانش بنده، داخل سه بره سه از لیوانش بنده، داخل کدک بره با کاربن کدک میخوره. بریم این ویدیو. امیدوارم که متوجه شد. مسئله بازی آی پی این برای من 3 2 کن 4 تا کنم. الان اینا کدوم تیم کجا برای منه؟ این کتک 1 2 3 تا اینجا برای من. اینجا برای من از این برای این نشونه چیزی میذاشی نشونه یه دستمال میذارم. دستمال کاربن دیگه بس 2 1 وا چیو زک چند دو بس خب نوعته بیان اسکول ایمان من میزان آو بیا برای توه خطا نرید نه بار اول بار رفتو بیا دوباره بعد میزان سه نه منم نوعته منه 3 2 1 اینجوری وای دهنتو بنداز بنداز اینجوری میزان آش اینجوری میزان شو اوه خیلی زک چیرا کسبت 3 بنداز 3 تا بنداز 3 تا بنداز سیک چی بچه 3 تا رد 3 تا کجا رفتش ولی اینجا آرش اینجوری میزان خب بنداز سک به نام یزدان یا علی باقی چی رفت؟ نگو کدک یک داخل یک آره کدک باشه اسکول تو خوشحال باید بزنی تو باید منو بزنی من باید رو بزن خواه آقا من 4 تا آرش چند باید منده علی برای من 6 تا بونده بچه ها 6 تا بونده برای من 4 تا حاجی توپ من سرگیجه گرفت توپ بنداز سرگیجه. بنداز بس بازی نیار به نام یزدان به نام یوری یزدان برو داخل گل برو بگی بازم باز نمیره داشت برم بزن، بزن. من 4 تا دیگه مندازم میره 3 برم من بنداز، بیفته با 1 تمامه بنداز. 3 با 1 تمامه بنداز خواه به نام یوری یزدان دوباره آو سرگیجه گرفتن علی آرش اینجوری میندازی بگی من ما اینجوری صاف میندازی بده الله مصاب نزدیک بود توپ دیگه نمی توپ سرگیجه گرفته دیگه توپا بچه واه رفت آقا چسب رفت رو چسب بگی گرفتیه؟ بگی بوسش کن بوسش کن بوسش کن برو بگیر بوسش کن به نام یاری یزدان یا علی شانسن بیا شانسن بدو 3 2 1 به نام یاری یزدان باید مسخازه نبود سری بنداز نمیره بچه ها نمیره چند؟ دو تا چطور بهت میگی؟ 2 تا ناموسن 2 تا بنداز برو بگیر برو توپو بگیر بریم برو بر چرا؟ به نام یاری یزدان اینا میره داخل بچه اینا میره داخل یورو زن اینا باید بره یورو آو
فوت رانی رفتم بچه یک فوت گل رانی رفتم. فوت آقا من آخری ندارم. فوت من دانگه نرم قشنگش بیاد فوت من دانگه نرم. قشنگش بیاد داخل آنجا نرفت بریم 3 2 1 رفت نه نمیره بچه من این دوباره باید بزنم اگه نرفت داخل باید دوباره بزنم نرفت داخل باید دوباره بزنم ببین چرا جرزنی میکنه جرزنی نیست. جرزنی میگه جرزنی من قبول ندارم این بازی چرا نرفت داخل نرفت به نام یاری آرش برو داخل بدو یاری آرش خواهیم بندازیم یا چنده دو تا به نام یاری آرش آجی بردش بچه ببین عادی برنده بازی من آخرش شد بازنده مجازات داره وای یک آزینو به باد رفت اشکال نه بنداز من بودم منم چنده؟ دو تا هر دو تو برو سر نامه بچه ها میخوام اینو یک کتک نرفت برای چی؟ یک کتک نرم واسه بچه ها نمیدم یک کتک نرم برای چی نمید یک کتک میرم بعدی نه دوباره دوباره چجوری رفته جامو مشروب گو چند کتک سه نداریم سه نداری بعدی بنداز سه نداری. بعدی بنداز برو کلک بکن رفت واسه زان کتک بچه بالاخره کتک نه بچه قرار کتک بدم پاش کن ساک پاش ساک یواش بزن یواش موتور بزن یواش بزن تو اینجا یواش بزن بزن کلک بکن بزن برو باش بچه خوش بکن کم بدارم سرخص بازیه بچه چون یک از اینا رفت دو تا بود یکی بود به ناموسم یکی بود آرش یکی بود باش بریم سک ها 3 2 1 منم کتک بیاد من یعنی چون اینو بسونم کتک بچه بعد بزنم به نام یوری یزدان برو داخل دیگه تمام کن به نام یزدان دو نداری برو آبی وای من بعد الان میوردم اینجوری شده میندازی عجب سه نداریم اینجوری نداز سه نداریم بچه من یک بیافت یک کدوم وای سخته بچه بریم نام یاری یزدان شانس آورد داخل کلک نرفت شانس آورد اینجوری نداز حساب نیست بریم به نام یاری یزدان جان ناموست برو دیگه وای برعکس بده من داخل جای من بیافته حساب میشه نه فرق نه به اونور نه حالا به نام یاری یزدان دوباره هیچ بچه ها در دو تا آرش بردم یکی بردم ناموسن
یکه بردم یک. یک اینا همینا بچه ها یک بچه ها دوربین بگیریم بچه ها یک نه دقیق خب بچه ها این چالش تمام شد بریم چالش بعدی خب بچه ها اومدیم با یه چالش دیگه من اینکه چه چالش آو چالش همین لیوانو رو چالش قلابگیری. اولین چالش خیلی سخت بود دهنمون واقعا سرویس شد و من بردم بچه‌ها 100 بار دوربینمون از بالا افتاد چسب گرفتیم رادین 1010 سرویس شد من 1010 سرویس شد دوباره همین لیوانو رو دوباره چیدیم شما همینجوری پیش بریم و هر سه بار این ساختمون این سازه ساختمون بچه ساختمون رو واه کوچیک‌تر میشه خب بزن خب نصفش موند برو متاسفانه اولین دو رو ریدم ولی استاپ رفتم سلام دوستان گلم حالتون چطوره خب ما چیکار کنیم بزن از اون دور عقب برو تمام بنداز به نام یاری یزدان بچه میزنیم و حالا بریم اینجوری بازم بدونه به نام یاری یزدان به نام یاری یزدان شروعید خب بچه دوباره میگه بریم دوباره همین دفعه میگه خب اینجوری بزنم هرجور خودت میزنی بزن چه باید نگه بودو توپ مشکل داره داداش توپ مشکل داره یا رسید بازم بذاری یعنی جیب بعد آموزم به اینجوری میذاره آقا منم همینجوری زدم گو میخوری من مثلا هرچی میزنی بزن وای دهن سرویس داداش دهن سرویس استاد چاکرم بریم بازم چقدر دیگه کرده داشو ولی من با توپ آتشینم فقط این لحظه با توپ آتشینم یعنی من مردم دست توپش جوری بچه ها الان شانس دوم بزنه من آخرین دوره که باید بزنم دیگه تمام بزن آخرین دور بزن تموم شد خیلی تأثیر گذار خب بچه‌ها یعنی خدای من می‌خوام اینو بزنم این برای بگیم این دفعه دیگه میخواد بزن میدونم من میزنم این دفعه آخرین رو زدی بیا